جناب حسن آقا. این شبکه وصال حق که اینقدر علیه شما برنامه دارن، چجوریه که شما همه تمرکزتون روی شبکه کلمات اصلا به وصال اصلا حق ما اونها رو اصلا شبکه فوکاینه تقریبا شبکه نمیدانیم اصلا اونها را. این آقای دهقانی عبدالقدوس امروز برنامه داشت، اون شبای قبل درباره فدک خیلی بحث میکنه و مسخره بازی رو انداخته. بله اتفاقا اونها با این فحشایی که میدن جناب آقای حسن آقا بهترین خدمت رو به ما میکنن. بله. ما گهگاهی که خسته میشیم آقا اون شبکه ها رو نگاه میکنیم. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. من نمیدونم شمایی که دم از دفاع از قرآن میزنید آیا تا به حال در برابر این اهانت هایی که به قرآن مجید شده یک بیانیه دادید، یک اعلامیه دادید، یک سخنرانی داشتید، محکوم کردید و یا جرأت محکوم کردن دارید؟ چون فعلا اونها اربابان شما هستند و رزق روزیتون رو از خدا بریده به دست اونها دارید نگاه میکنید. چون اگر محکوم بکنید دیگه خلاصه اون به قول لوله های چاه نفت در استودیوهای شما قطع خواهد شد و فعلا در زیر پرچم اونها دارید شما سینه میزنید. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. شبکه های نور و وصال و کلمه چه رسمیتی دارند؟ به کجا وابسته‌اند؟ کدوم مرجع علمی اهل سنت یا حتی وهابیت اینا رو تایید کردن؟ کدوم یک از علمای وهابیت حتی اومدن تو شبکه اینا برنامه زنده داشتن؟ در نتیجه اینها یه عده ایرانی فراری ضد انقلابم مثل نوریزاده و نمیدونم رضا فاضلی و هنرپیشه و خانم حاله و امثالهم که اونا در اون شبکه های سیاسی برخورد میکنن. اینا هم اومدن تو انگلستان زیر چتر اینتلیجنس سرویس و موساد از کانال مذهب وارد شدن. نه اینا وهابی هن، نه مسلمون، نه اهل سنت. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اینها را عزیز دل من هندوانه زیر بغلت میدن فرزند عزیزم که شما را از مذهب و از اهل بیت جدا کنن. قسم به خداوندی خدا جدا شدن از اهل بیت به صلاح شماها نیست. اینها خودشون دارن در آتش جهنم میسوزن، میخوان رفیق خلاصه جهنمی برای خودشون پیدا کنن، دنبال این هستن، دنبال چیز دیگری. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. و همونطور که آقا اشاره فرمودن مسئله مثلا وصال دیگران چون دارن فحاشی میکنن، ما کاری به فحاشی ها نداریم. حتی از همون وصال باطل اینها دم میزنند با مراجع ما تماس گرفتیم اهله کردیم. آقا شماها به قدری پست هستید که اصلا این قضیه اصلا ادعا برای شما به قول جسارته، ادعا برای شما جسارته. شما اگر راست بگید سرمایه علمی دارید، در شبکه جهانی ولایت به روی همه بازه. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. این که گفته بودن که از شبکه وصال هم کلیپ هایی داشته باشید، شبکه وصال بیشتر به فحاشی و توهین و اینا میپردازه، کمتر به بحث علمی و شبهات و اینها مطرح میکنه که یه وقت خدای نکرده ما بخوایم در واقع از اونها چیزهایی رو نقل بکنیم و بفرستیم رو آنتن که بیشتر توهین به شیعه است. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه.
این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اگر یکی از شما وهابی های نسل بنی امیه به ایران چپ نگاه کند، چشمان او را از حدقه بیرون می کنند و خوراک سگهای ولگرد می کنند. این رو تو گوشتون بکنید. یا علی یا علی من سگ ولگردم و قلاده زد برگردنم یا علی من سگ ولگردم و قلاده زد برگردنم. شماها وطن فروشی بیش نیستید. وهابی، یهودی، مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. شما مسئول خون شهدای سوری، بحرینی، افغانی، پاکستانی، ایرانی و هستید و نیازی نیست از ایران به عنوان وطن نام ببرید. همین افتخار نوکری عربستان سعودی برای همیشه برای شما کافی است. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اصلا شما نمیدونم میفهمید نمیفهمید چه مصرف فرمودید شما. اصلا این رو اگر یک برای شما عرض کنم اراذل اوباش همچه چیزی بگی، ما میگیم آقا این جسارت بود، دون شأن این اراذل اوباشه. های اهل سنت فعالیت دارن مثل وصال حق، مثل وصال فارسی. ببینید آقای یگانه لطف کنید از این شبکه ها را ما اصلا شبکه انسانی نمیدانیم. آقای یگانه ببین عزیز من، ما این شبکه های هتاک، فحاش، این که اصلا شرف رو زیر پا گذاشتن، نوچه های بنی امیه و نواده های یزید و معاویه در شبکه های شیطانی دارن یک سری شبهاتی رو مطرح میکنن که واقعا قلب هر بیننده رو به درد میاره. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. یعنی گمان نمی کردیم این احمقها و دشمنان اهل بیت اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، اینقدر لامذهب و بیدین باشن. سوادی، تو احمقی، تو هیچی نداری در چنتت، هیچی نداری. حالا نمیدونیم چقدر باید آدم پست باشه، چقدر باید آدم رذل باشه. به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره، ولی این واقعا از حد گذرانده. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. این دیوانه است، این خل و چله برای مال خلیایی شده، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. مثل سگ میترسی تو. وقت رفتی اونجا و پشت دیوارهای برای شما عرض کنم سقیفه شروع کردی داد بیداد کردن، عربده کشیدن، فریاد زدن. خب عقل این آقا به اندازه گاوه. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. مثل سگ میترسی تو و تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. عقل این آقا به اندازه گاوه. این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره. دیگه به قول آبرو حیثیتی برای تو، برای شما عرض کنم نماند. پل و چله برای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره.
اینقدر لامذهب و بیدین باشند و از دایره انسانیت بیرون میدانیم که به اراذل و اوباش نمیدونم اراذل و اوباش از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنه. زنای فاحشه بهتر از اینا بلد فحش بده. شبکه های شیطانی مثل رهبرشون شیطان الاسلام که واقعا ابلیس الابالسه بایدم این چنین باشه. بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت، لعنت بر این وجدان، ای اف بر این وجدان، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی‌حیا شما رو تربیت کرده و بر اساتید شما. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه. این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن